الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند سپاس می‌کنیم در همه احوال و در هر زمین و زمان و در هر ظروف و شرایطی. خداوند سپاس می‌کنیم بر لیاقت بندگی، بر هدایت به راه خدا، بر نعمت قرآن و سنت، بر نعمت اخلاق اسلامی، بر همه توفیقات مادی و معنویش که ما را بهره‌مند ساختند. خداوند رو طور خالصانه سپاس می‌گوییم از اینکه به من و توی این لیاقت سجده کردن برای اون ذات عظیم و بزرگش عنایت فرمود. به من و تو لیاقت رکوع کردن، قیام کردن در نماز و کلاً لیاقت هر عبادت و بندگی بنده خدا شدن لیاقت می‌طلبد و لیاقت برای بندگی توفیق می‌طلبد. ابوجهل شریف بزرگ سرمایه‌دار سفید عظیم قریش، خیلی معذرت میخوام بهتون بر نخوره که میخوره بیلیاقت. چند صفت گفتن ابوجهل شریف از دیدگاه مردم، عظیم بزرگ سرمایه‌دار سفید خوشتیپ و خوش‌اندام قریش بیلیاقت، بدال سیاه زشت بنده فقیر بی کسه بی چیز و ضیع و پرست. خداوند رو باشه بالیاقت. وقتی لیاقت دنیایی و مادی رو می‌بینیم و لیاقت اخروی و قلبی و آسمانی و معنوی رو می‌بینیم، این دو تا لیاقت وقتی در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، یکی از این دوتا رو باید بطلبیم. اونهایی که فرجام و سرانجام و خاتمه این دوتا لیاقت‌ها نگاه کردن میتونن مسیر زندگیشون رو بر اساس هر کدوم از این لیاقت‌هایی که در کنار هم گذاشته شدن انتخاب کنن. این راه هست و اینم لیاقت‌ها، این زندگیست و اینم لیاقت‌ها. دنیای زندگی دنیوی، زندگی اخروی، لیاقت‌های دنیوی و لیاقت‌های اخروی. علی کل حال ما راهمون مشخصه و برنامه‌مون مشخصه. انتخاب کردیم. حضور شما در اینجا چیزی رو غیر از این نمیتونه بگه که بالا ما آمدیم بالای کوه 3 ساعت راه آمدیم که حتی از نظر ظاهری و مادی هم احساس بکنیم که
وقتی بالای کوه آمدیم 3 ساعت در مسیر بالا آمدن از نظر فیزیکی هم به تو نزدیکتر شد، چون این قله به طرف آسمانه و جایگاه تو در آسمانه و اون اخلاقی که در زمین هست از بالا فرستاده. حضور شما در اینجا خصوصا جوانای خیلی با ارزش که ما هم این مخلصشون هستیم و دستبوسشون هستیم، اینو از جان و دل میگم باور کنیم. نه که من یکی از دوستان نقل میکرد که یکی از علمای بزرگ متفکرین بزرگ جهان اسلام که معاصر و هنوزم در قید حیات و یکی از دعات با ارزش امت اسلامی سفارش کرده بود به دوستان که به هر جوونی و هر عزیزی که داره کار دین میکنه و دعوت دین میکنه و خدمت دین میکنه و خدمت بندگان مخلص خدا میکنه، سلام ما رو بهش برسونید. آدم وقتی چنین شخصیت هایی میگن برید سلام ما رو به مردم عادی برسونید، افرادی که دل سوزن در جامعه و در کار دین میکنن، حتی روحانی قرآنی ها مردم میدن، سلام ما رو به اونها برسونید و بگید که ما دستبوس شما و خاک پای شما هستیم. خیلی حقه که یک عالم بزرگی اینطوری اظهار تواضع بکنه در مقابل انسان‌های مثل من و تویی که خودمون رو عددی نمیدونیم و وجودی نمیدونیم. علی کل حال هر کسی در راه خدا قدم گذاشت و هر کسی برای دین خدا و پیشرفت دین خدا و پیاده شدن دین خدا و نشر دین خدا و نصرت و تقویت امت اسلامی و جامعه اسلامی تلاش کرد و زحمت کشید، باور بکنید که همه مخلوقات برای اونها تواضع میکنند. با ارزشترین مخلوقات ملائکه های خداوند هستند که در مسیر راه اسلام بال تواضع رو بر زمین میگذارند و اظهار خرسندی و خوشنودی میکنند از این بندگان خدا که در راه رضای خدا برای دینداری بندگان خدا دارن حرکت میکنن، برای نصرت دین خدا دارن حرکت میکنن. چهره این جوانایی که من میدونم از کجا آمدن، در یک روستای دیگه بالای همین کوه هست آمدن، موتورسیکلت اومدن. هممون میدونیم که این جوانها و این پیرها، خواهرها و برادرایی که توی این جلسه هستن، باور بکنید همه میدونیم که از یک راه آمدن، اونم از همین مسیری که همه خودمون آمدیم، از همین پنگه آمدن. راهی دومی نیست، شاید باشه 3 تا راه شاید باشه، یکی از مسیر گرده، یکی از مسیر کمالزگان، ولی هر 3 تا راه به اندازه همه و با همین مشقته. همه آمدن اینجا، آمدن که در این جشن شادی، در این جشن طهارت، در این جشن عفت و پاکدامنی، در این جشن اخلاق اسلامی، اصلا ازدواج این اخلاق اسلامیه، عفت تولید میکنه، طهارت تولید میکنه و طهارت و عفت و پاکدامنی چرا تولید میکنه؟ بقا و دوام تولید میکنه و حیات تولید میکنه و ترقی تولید میکنه و پیشرفت و تعالی و سعادت تولید میکنه. همین شما آمدید توی این جمع که به هم بگیم که ما هستیم. برای چی هستیم؟ برای دین خدا. برای کی هستیم؟ برای خدا هستیم، بر راه خدا و دین خدا و رسول خدا و سنت رسول خدا و راه بزرگان دینمون هستیم. هممون هستیم. همه بدونن اونهایی که نمیخوان بپذیرن
که ما هستیم بدونن که ما هستیم، بپذیرن یا نپذیرن، ما رغم انف اونها هستیم ولی نمیتونن ما رو حذف کنن و خودشون حذف میشن، همینطوری که جناب شیخ فرمودن. امشب اگر 4 کلمه یاد بگیرید همون 4 کلمه ارزشمنده. من این 4 کلمه‌ای که جناب شیخ گفتن به طور پراکنده شنیده بودم که انسان باید 4 کلمه باشه، ولی اینطور پشت سر هم نشنیده بودم. این فایده در این سفر گیر من آمد. منی که اصرار داشتم که جناب شیخ بلند میشه، باور بکنید بخوام یه چیز یاد بگیرم تا بتونم بگم. 4 کلمه، انسان باید 4 کلمه باشه: مسلمان، مهاجر، مجاهد، مؤمن. من تفسیر کردم که مسلمان کسی که همه انسان ها و همه مردم و همه مخلوقات کلن از دست و زبانش در امان باشن. خیلی با ارزشه ها، خیلی با ارزشه. متوجه شیخ هادی شدید تو اشعارش که همه ما رو لرزون؟ چی گفت؟ اینگاه وقتی یک نصیحت هزارها درهم و دینار ارزش داره. اولین کلمه‌ای که باید شما باشید و ما باشیم مسلمان بودنه. مسلمان بودن ما به چه معناست؟ اینه که همه مردم از دست زبان ما سالم باشن، حتی مخلوقات دیگه. میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیر خوش است. همین حدیثو و همین کلمه رو که شیخ گفت و مختصر گفت و مفید گفت، همین کلمه رو به خودمون بیاموزیم و این کلمه رو در خودمون پرورش بدیم. بعد از آموزش خودمون پرورش بدیم که با دست و زبان کسی رو اذیت نکنیم. اگر میخوام که مسلمان باشیم، بعد به همسرمون بیاموزیم، بعد به دختر و پسرمون بیاموزیم، بعد تو هر مجلسی که نشستیم اونهایی که در مجلس ما هستن حق بر گردن ما دارن که اگر چیزی بلدیم یادشون بدیم. دوم گفت مهاجر. کلمه دوم هم باشه. امشب همین شما مهاجر. دین با هجرت به مردم، دین با تو خونه نشستن و خوردن و خوابیدن به مردم نرسیده. اصلی که دین رو نگه داشته یک اصله، 2 تا اصل نیست. اون اصلی که اسلام و مسلمان رو نگه داشته یک اصله. اصلی که ایمان و مؤمن رو نگه داشته یک اصله. اصلی که قرآن و سنت رو نگه داشته و قرآن و سنت رو در دسترس مردم قرار داده یک اصله. اصل بقای دین یکیه و اون هم دعوته. به تعبیر دیگه بگم امر به معروف و نهی از منکر. هجرت باید برای امر به معروف باشه و هجرت باید برای جلوگیری از منکر باشه. اصل رو فراموش نکنید. بعضی از علما انسانها رو به 4 دسته تقسیم کردن: داعیان، داعی، 2 عابد، 3 تاجر، 4 فقیر. یا به تعبیر دیگه بعضی از علما انسانها رو به 4 گروه تقسیم کردن: کسانی که در زمین و آسمان معروفند، کسانی که در آسمان معروفند، کسانی که در زمین معروفند، کسانی که نه در زمین و نه در آسمان معروفند. یک، کسانی که در زمین و آسمان معروفند دعا و داعیان الله هستند، دعوتگران هستند. اونهایی که داعی و دعوتگر مخلص هستند برای دین خدا هم در زمین معروفند و هم در آسمان معروفند. داعیان هم در زمین معروفند و هم در آسمان معروفند.
دو، اونهایی که در آسمان معروفن در زمین معروف نیستن. عابدین. صالح هست اما مصلح نیست. صالح هست، آدم خوبی هست، اما تو فکر جامعه نیست، داعی نیست. اینها معروفیت در آسمان دارن، اما در زمین شاید دور براشون بشناسن، اما این منطقه کلن تا این خلیج تا این کلن شیخ شهید رو میشناسن. خیلی ها شاید باشن که صلاحشون و تقواشون خیلی بالا بوده ولی کسی میشناسنش. در آسمان میشناسنشون، معروفن، اما در زمین چون حرکتی نداشتن صلاحشون برای خودشون تنها بوده. ولی یک کلم در دوره شیخ شهید بگم، یک کلمش فقط 150 تا دانشجو به مدینه فرستاد. یک کلمش. کلم دومش بگم 5000 تا طلبه دختر و پسر در جنوب برای اهل سنت هدیه داد و تربیت کرد. و اون 150 تایی که فرستاد که آمدن تا هر زمانی که تربیت بکنن و شاگردان اونها تربیت بکنن، اصلش برمیگرده به شیخ شهید. و کسانی که در زمین معروفن در آسمان معروف نیستن، تجار. و کسانی که نه در زمین معروفن و نه در آسمان معروفن، فقیر بی ایمان. فقیر بی ایمان، نه در زمین کسی است و نه در آسمان کسی است. مهاجر چه کسی مهاجره که از اینجا بلند میشه میره خالی میگیره جایی دیگه میشینه؟ مهاجر کسی است که از معصیت خدا هجرت میکنه. اینم مد نظرتون باشه، جزو خاطرات این سفرتون باشه. 4 کلمه. من شاید صحبت جدیدی نداشته باشم، شاید خیلی نداشتم، ولی میخوام تأکید بکنم بر خودم و بر شما. هر وقتی کوه بدو رو یاد بیارید، کوهش یاد نیارید، جای خودش، مسافتش یاد نیارید، سختی‌هاش یاد نیارید. خاطره مسجد کوه بدو، توصیه شیخ محمد صالح انصاری. 4 جمله از ما حلبی گفت انسان باید 4 کلمه باشه و معنای اون 4 کلمه ما گفت همیشه مد نظرمون باشه. مهاجر باشیم، نه با تنمون از جایی به جایی، بلکه مهاجر باشیم از معصیت خدا به طاعت خدا. 3، مجاهد چه کسیه؟ مجاهد کسیه که نفس خودشو مهار میکنه بر طاعت خدا، ادب میکنه، پرورش میده بر طاعت خدا. و نفسو تربیت کردن بر طاعت خدا خیلی صبر میخواد. به این منظور گفتن مجاهد کسی که بذل جهد میکنه، جهد و تلاشو میبخشه تا به یه چیزی برسه. مجاهد چی رو میبخشه؟ مجاهد بذل و بخشش میکنه. خوابش، استراحتش، هوا و هوسش، خواسته های بیجای دلش، همه سینه میزنه. هوس از این طرف میاد بهش رجوع میکنه، زن بچه از این طرف، دنیا از این طرف برش وارد میشه، کبر و غرور و عجب و حسادت و اینا همه برش وارد میشه، کسالت و سستی و تنبلی و سهرنگاری و اینا همه برش وارد میشه، ولی با تک تک اینها میجنگه و نفسشو ذلیل و مهار میکنه و تابع دین خدا و امر خدا میکنه. این میشه میگن مجاهد. اینم دست میگیره. و آخریش مؤمن یعنی کسی که دیگران اصلا ایمان از امنیت گرفته شده و مؤمن کسی که در وجودش امنیت هست و هر کسی با اون تماس میگیره احساس امنیت میکنه. و شیخ فرمودن که مؤمن کسیه که همه مردم به اون اطمینان پیدا بکنن و بدونن که در تماس گرفتن با اون امنیت حاصل میشه.
ما مؤمن میشیم تا مردم در مال و ناموسشون به ما اطمینان بکنن. دیگه چی میخواید؟ این 4 کلمه باور بکنید برای زندگی دنیا و آخرتون کافیه. این 4 کلمه هر کدومش، من نمیگم 1 میلیون، هر کدومش 10 میلیون ارزش داره، به شرطی که هم کلام هم محتواش بگیریم و تبدیل به انسان بکنیم. انسانه. اگر اون مسائلی که در اسلام هست پیاده کرد میشه مسلمان، و اگر پیاده نکرد مسلمان نیست. و اگر اون مسائلی که در هجرت هست پیاده کرد میشه انسان مسلمان مهاجر. و اگر مسلمان شاید باشه اما مهاجر شاید نیسته. و اگر که مجاهد هم شد میشه انسان مسلمان مهاجر مجاهد. بعد میاد میشه انسان مسلمان مهاجر مجاهد مؤمن. دیگه چی میخوای؟ اصلا چی دیگه میخوای از دنیا و آخرت؟ انسان مسلمان مهاجر مجاهد مؤمن. و خداوند این 4 تا نگاه میکنه. این 4 تا از میان انسان ها به این 4 تا نگاه میکنه. امام شافعی میگه که سافر تجد عبادا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النسب إني رأيت لطوف الماء يرسله إنسان طاب وإن لم يجرك لم يطب بي. مسافرت بکن، چیزی بهتر از اون چیزی که از دست داده گیرت میاد. اگر میخوای لذت زندگی رو ببری سختی تحمل بکن. امروز ما ظهری که خوردیم نزدیک ساعت 5:30 بود، کنار کوه، پایین کوه، باور بکنید مزهش هنوز تو دهنم است، چون گرسنه بودیم، سیر نبودیم. راحتی که بعد از سختی به دست میاد خیلی ارزشمنده. خصوصا ایمانی و اسلامی و علمی که بعد از سختی و تحمل سختی به دست میاد، باور بکنید مثل رزقی که بعد از سختی به دست میاد. یک نقطه بگم اگر تاریخ نگاه بکنید، علمایی که در طلب علم بیشتر زحمت کشیدن و بیشتر مصیبت دیدن و بیشتر با بلا و مصیبت مواجه شدن، باور بکنید اونها وقتی عالم شدن هم علمشون پربارتر بوده و مفیدتر بوده و هم برکت علمشون برای جامعه بیشتر بوده. خیلی عجیبه. به تاریخ اگر نگاه بکنیم، علمایی که در زندگی و طلب علم بیشتر سختی کشیدن، علمشون بیشتر پرمحتواتر و وقتی هم چه علم به مردم تحویل دادن، برکتش خیلی بیشتر از علمایی بودن که خیلی راحت آمدن عالم شدن. خیلی برکت داره ایمانی که بعد از سختی و راه ها تو الان امشب برای ایمان حرکت کردی، باور بکن. خیلی ارزشمنده. من خیلی از جوانهای ورزشکار لمزون رو دارم میبینم اینجا، گونه استادیوم ملاقاتشون کردن. یک چیز منو اصلا مسافرت خیلی عجیبه، خیلی چیزها انسان میبینه. من وقتی وارد استادیوم لمزون شدم چند روز پیش، همه مسائل جای خودش، ولی اون لحظه آخری که ما نگاه ساعت میکردیم میدیم که نزدیک نماز، گفتیم میریم نماز و عجله بخوریم، ولی گفتن خب نماز میرسید 7 دقیقه دیگه بازی تمام میشه. فیلمش هستیم بازی تمام شد. یک دفعه یک از عزیزان گفت این ورزشکارایی که تو زمینن میخوام بیان سلام بکنن، تا ما هم مشتاقشون هستیم. باور بکنید اون برخورد شما وقتی که وقتی فکر نکنید برخورد ما تو شما تاثیر میگذاره، با وقتی برخورد شما، یعنی ما الان یعنی همچین مهمان نوازی و بزرگ منشی و بزرگواری باور بکنید تو حیاتمون ندیدیم. اینها ما رو میتکنه.
که الاغ بیارن گل به روی شما، یه نفر مهار الاغ رو بگیره یا زمامش رو بگیره، 2 تا خواهران 2 طرف پای یک خواهر رو بگیرن که از روی الاغ نیفته، یه خواهرم پشت سرشون باشه. میگه ما کی هستیم؟ اگر خدا پرده را از اسرار ما بلند کنه، باور میکنید تحمل دیدن ما رو نداره. اگر کسی شدیم 4 تا خواهر میاد، یکی زمان الاغ، 2 تا پای و یکی پشت سر خواهر بنده ای که سوار بر الاغ 3 ساعت از پایین تا بالا، این خواهر با پای پیاده دارن میاد. یک بار آمدن پایین برای استقبال، حالا میخوام بیان بالا، فردا دوباره میان پایین، دوباره میخوام بالا. خواهر من کیه؟ کی بوده اصلا؟ این احترام نه به خاطر اینکه خانواده آجی بردره، باور بکنید، نه اینکه خانواده آجی انصاریه یا ساده انصاری و محمد صالح بردر یا هادی پذیراست. میدونی این احترام مال چیه؟ این احترام برای ما تا زمانی هست که ما داریم صحبت خدا میکنیم و راه خدا قدم داریم. باور بکنید اگر ذری یه طرف عوض بشه، غرور به ما دست پیدا بکنه که این مردم عبید ما هستن، باور بکنید همین مردمی که 4 نفر شد خواهر بنده رو با الاغ میارن بالا، توف میندازن تو صورت من. این عزت و احترام مال این راهه. امام ابوالحسن ندوی رحمتش بکنه، متفکر بزرگ و ادیب و نویسنده توانمند، به همه زبان ها نوشته. سال گذشته برای شرکت در اختتامیه مسابقات حفظ قرآن در مرکز تجاری دبی به دعوت شیخ محمد بن راشد حاکم یا ولیعهد دبی، در اون ساختمان و مرکز تجاری که شاید در خاورمیانه هم تک باشه یا 2 3 باشه، وقتی شرکت کرد و جایزه 1 میلیون درهمی رو بهش میخواستن بدن، 250 میلیون تومان جایزه بهش دادن. 1 میلیون درهم به خاطر زحماتش برای اسلام. و اینو بگم که ابوالحسن ندوی به خاطر جایزه 1 میلیون درهمی 250 میلیون تومانی محمد بن راشد حرکت نکرده و دعوت نکرده. میدونی برای چه دعوت کرده؟ که خدا بهش بگه ای بنده من ابوالحسن ندوی، من از تو راضی شدم. بس به خاطر این، نه اینکه یک روزی در مرکز تجاری دبی بیسته و 1 میلیون درهم 250 میلیون تومان از دست محمد بن راشد جایزه بگیره. این نگه برای علمای اسلام. این جایزه ها رو نمیخوام. میدونی چی میخوام؟ که آخر عمرش خدا بهش بگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این کلمه رو میخوام، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رو میخواد. وقتی لب به سخن گشود این جمله رو گفت خدا را سپاس میگم، یک روزی من با یک شورت کوتاه یا کوچک با یک لباس پاره پاره یادم میاد در هند زیر درخت، اونجا مدرسه نداشتیم، فقیر بودیم، چیزی نداشتیم، اونجا زندگی میکردیم و درس میخوندیم. آمدیم مسلمان شدیم، در راه دین خدا رفتیم، عالم شدیم، در راه علم شرعی قدم گذاشتیم. کی باورش میشه که امروز ابوالحسن ندوی داره اینجا در مرکز تجاری دبی در این ساختمان به دعوت حاکم دبی داره صحبت میکنه و دعوت شده براش میز فرستادن، اینجا داره صحبت میکنه. بعد گفت که این عزت و این سربلندی رو گذشته یاد میارم با یک نعلین پاره پاره و یک شلوار و قمیص پاره پاره و زندگی خیلی محقرانه. چی بودیم امروز از برکت دین و علم و دعوت ما به کجا رسیدیم؟ بعد محمد بن راشد دارم میشه 1 میلیون درهم بهش میره.
این جایزه خدمات به اسلام و مسلمین، این پاداش زحمته؟ نمیخواد. باور کنید نمیخواد. اون 1 میلیون درهم رو گرفت، همونجا ایستاد، قسم یاد کرد، گفت آقاها این 1 میلیون درهم اگر امروز به من دادن به خاطری که من در راه تو قدم گذاشتم و این 1 میلیون درهم همش میبخشم برای مسلمانان. نگذاشت اون چک تو جیبش که بره شب نگاه بکنه 1 میلیون درهم چند میلیون روپیه میشه که آخر عمری دنیا وارد دلش بشه، آخر تو بیرون بکنه. اینو میگن مردان بزرگ. من ملاقاتش کردم، دستش گرفتم تو دانشگاه مدینه که اصلا ملاقاتش کردم. انسان بی نظیر با همون لباس پاکستانی هندیش متواضع در نهایت تواضع که وقتی نگاهش میکردی چیزی نبود، ولی دنیایی رو به هم زده بود. برادرای بزرگوار، چرا ما تنها در فوتبال موفق باشیم؟ در فوتبال موفق باشیم، در ورزش موفق باشید، در مال موفق باشید، در امکانات مادی موفق باشید. ولی مگر اشکال داره که همون تلاشی که برای فوتبال میکنیم برای دینمون بکنیم، برای جامعه بکنیم، برای معنویات، اخلاق، برای ترویج معنویات و اخلاق و صلاح و عزت آبرو و شرم و حیا و علم و دانش در جامعه باشید. باور میکنید مربیین فوتبال کم نمیارن؟ سرمایه های ما داره از دست ما میره. من آمدم در زمین فوتبال در رمضان که ما به شما بگیم ما مخالف ورزش نیستیم، ما مال شما هستیم، برای شما هستیم. هر جایی که در اونجا سلامتی چی باشه، سلامتی بدن باشه ما هستیم، سلامتی روان باشه ما هستیم، سلامتی فکر و شکوفایی فکر باشه اونجا ما هستیم. هر جایی که درباره فکر صحبت بکنن و درباره روان و روح صحبت بکنن و درباره سلامتی جسم و ترقی جسم و فکر و روح صحبت بکنن ما هستیم. جامعه ما نیاز به همه چیز داره. ولی یک نکته میگم، با هم بودن خیلی ارزشمنده. با هم باشید، از علماتون حمایت بکنید. اینم بهتون بگم ما بدون شما نمیتونیم حرکت بکنیم. باور بکنید، باید باشید شما امید ما هستید، ما هم امید شما هستیم. دو طرف قضیه هست. ما تنها امید جامعه نیستیم، همین شما امید ما هستید. ما اگر سرمون رو میخوریم به شما میخوریم. اگر احساس دلگرمی میکنیم چون که شما بعد از خدا پشت ما هستید، شما و خواهرانتون، نه تنها خودتون. من خانواده رو مردم دنبالم با بچه 3 ماهه. چرا؟ بیان اینجا این محروم رو ببینن، قدر این راه رو بدونن، قدر اون نعمت رو بدونن. بهترین خانه، بهترین ماشین، بهترین امکانات تو شهر دارن زندگی میکنن. هر وقت خواستن در فریزر، هر وقت خواستن دبلی کولر، نه یک کولر، چند تا کولر، هر وقت خواستن. راه ما مشخصه. بیان ببینید. باور کن وقتی سوار این گوشت را بودیم، برگشتیم به 1400 سال پیش، فکر میکردیم اصلا هر قدمی که میگذاشتن همون هجرت یاد آدم. چه صدفه ای اصلا. همزمان با هم آمدن به اینجا و این کوه ها و این برنامه با هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اون برای نصرت دین رفته بود، ما هم برای اخذ و عطا آمدیم.
اینکه خودمونو و دیگران رو به فیض برسونیم. از محضر شما، مهمان نوازی شما، ادب و معرفت و اخلاق شما، این بچه هایی که همراه ما بودن از پایین یه اخمی که صورتشون ندیدیم، اخم ندیدیم که صورتشون به هم بکشن. چه جلسه ای امشبی وجودمون متحول شده. سال 1422 هجری بر همه شما مبارک باشه. بگید آمین. سال 1422 سال 22 هجری قمری سالی باشه که در ابتدای اون سال دلهای ما از حب معصیت به حب طاعت هجرت مسیر زندگی ما عوض بشه. تحول و تبدیل در زندگی ما، در اخلاق ما، در ایمان ما، در علم ما، در رفتار ما به وجود بیاد. سال آینده هم دیگر رو ببینیم، زندگی یک سال 1422 هجری رو بررسی بکنیم. امسال چه سالی بود بر ما گذشت؟ ارزیابی بکنیم زندگیمون، از قافله عقب نمونیم. من فضول بود جاهای دیگه هم آمار دادم، هر 6 دقیقه یک نفر داره در اروپا مسلمان میشه. هر 6 دقیقه. از این قافله عقب نمونیم. تو که مسلمان زاده و آبا و اجداد مسلمان چند بزن به این اسلامه. خیلی دزدان هستن که در کمینن که این ارزش از تو بدوستن. بگیم مانه اذا عرفتم فلزم. حدیثه اگر فهمیدید شناختید راهو فلزم، بگیرش، رهاش نکن. یه یکی میخواد از دست بگیرن. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. در آخر زمان روزی میرسه بر امت من که صبحش مسلمانن تا غروب نمیرسن، اسلامشون از سود دزدیدن، آبروشو. غروب مؤمنه، تو هر خانه دیر هست. فیلمی که تو فرانسه ممنوعه سرازیر کشورهای اسلامی میشه. باور بکنید نماز مغرب تو نماز شرکت کرده، با جماعت سخنرانی گوش داده، گریه کرده. نماز صبح کافر شد. کی برای گذاشته تو خانه با کسی که تماس نگرفته؟ بله وقت رفت خانه فیلم آورده بودن نگاه کرد، تو همون شب منحرف شد و کافر شد. باور بکنید فیلم هایی که به کشورهای اسلامی میفرستن، فیلم های زشت و مبتذل برای اولین بار اصلا در فرانسه، در پاریس، در انگلیس، در لندن ممنوعه. فقط برای جهان اسلام و کشورهای جهان سوم. خیلی چیزها برای گفتن هست. شما خسته هستید ولی فردا ما هستیم انشاءالله اگر خدا حیاتی باقی داد. تا فردا انشاءالله فردا جلسه رو ادامه خواهیم داد. حتی شاید از شیخ اندراب شیخ صالح هم تقاضا میکنیم که ساعتی بگذارن برای سوال و جواب هست. سوالایی که به ذهنتون میرسه برای سوال و جواب که خالی هم هست در کنارمون، از اون اشعار اشعاری که آدم میدن برای همون میخونن. بچه های کمی هم هستن، بچه دیگر هستن. جا داره من تشکر بکنم از پدر بزرگوارمون که حقیقتا ما رو مدفون خودشون کردن. حاجی احمد عباس که بزرگی اینجا هستن. و چه بزرگی؟ بزرگی که مؤمنه. به این بزرگان ما افتخار میکنیم. بزرگی که سر و نصرت دین داره میشه. بزرگی که بزرگیش از راه خدا کسب کرده و از عبادت و بندگی خدا کسب کرده و از دین خدا کسب کرده و از ارتباطش با انسانهای خوب، عالم، دین دوست، با تقوا کسب کرده. این ارزش‌ها خیلی مهمه. خدا این بزرگی و بزرگواری رو برای این سرورمون و برای خانواده‌ایشون و برای هر 200 نفر اهالی این دوستان، 200 نفر با بچه هاشون جمعیت اینجاست، حدوداً 50 خانواده میشن. برای اینها
این بزرگواری رو خداوند نگه بداره و به بزرگواری ایشون و اعمال این دوستا خداوند بیفزاید. حالا من یه آمار میدم، خوب دقت بکنید که بزرگواری کردن یا نکردن و خداوند بهشون لیاقت داده یا نداده. 50 خانواده اینجا زندگی میکنن، 200 نفر جمعیتشونه، 7 تا حافظ قرآن دارن. سبحان الله. 7 تا حافظ قرآن دارن، 6 تا طلبه دارن، 3 تا طلبه سال عالی که تمام کردن تو مدرسه دینی دارن درس میدن. سبحان الله. سرور 12,000 نفر جمعیت بشه. شش تا طلبه نداریم، سال عالی نداریم، 7 تا حافظ قرآن نداریم، اخیراً 4 تا حافظ دختر داریم، یکی هم حافظ پسر داریم. اخیراً حالا کم کم مردم بیدار شدن، ولی 12,000 نفر. اینجا کجا؟ تو اونجا کجا؟ امکانات اینجا، امکانات اونجا. کاری به امکانات نداره. بس تو نیت خدایی بکن، هدفت هم خدا باشه، همت داشته باش که هدف نیت تو تبدیل به هدف بکنید. حالا بالای کوه زندگی بکنید، پایین کوه، سرمایه‌دار باشید، فقیر باشید. 3 چیز خیلی مهمه در موفق شدن: یکی نیت خدایی، 2 هدف خدایی، 3 همت بلند خدایی. نیتت خدایی باشه، هدفت هم فقط خدا باشه، بین نیت و هدف تلاش خدایی بکنید. والذین جاهدوا فینا، کسانی که جهاد کردن، تلاش و همت، نیت رو تبدیل به هدف میکنه، باور بکنید. و در این راه یک نقطه بگم دوباره در لابلای صحبت ها، سختی های زیادی هست، ولی علما میگن که سختی های این راه مثل یک نردبان تصور بکن، 10 تا پله داره، نردبان چوبی، پله اول، پله دوم، پله سوم تا پله نهم. پله نهم که رسیدی چه حالتی داری؟ بعد حالت تو بگو پله دهم که یک پله با پشت پا که هدفته فاصله نداره. ما امشب این پله ها رو شمردیم. سوال اینجاست: پله اول مشکل تره بالا رفتنش یا پله دهم؟ پله اول نفس کم میاری، توان کم میاری، پیشانیت عرق میکنه، زانوت دیگه نمیتونی ساییده میشه، یا پله دهم نهم؟ پله نهم دهم. خب پله اول پا میذاره مشکله. 10 تا پله باید بشمارید، یعنی 10 تا مشکل پشت سر بذارید. هدف کجاست؟ پشت بام. خب پله اول میذارید، هم نفست خوبه و هم چه؟ و هم توانه و هم حوصلت. پله دوم، پله سوم، پله پنجم که رفتی حالا داره عرق میکنید، خیلی سخت میشه بالا رفتن. حالا زانوها داره درد میگیره، کم کم داره نرم میشه، خسته و کوفته میشه، ولی ادامه. اگر که همونجا موندی، اون 5 تا پله داره، وقتی کم کم به هدف نزدیکتر میشید، جوانایی که میخوان در این راه قدم بگذارن، هرچی به هدف نزدیکتر میشید، مصیبت ها و فتنه ها و بلاها بیشتر میشه. شیخ شهید ما این بلاها و مصیبت ها رو چشید، کم کم به پله، به دهمین پله نزدیک میشد. دهمین پله میدونی برای شیخ شهید چه بود؟ دهمین پله میدونی چه بود؟ جانش بود. بعد از 7 روز در کوههای چاه مسلم پیدا شد. ما وقتی از تشریف جنازه برمیگشتیم، شیخ صالح محمدی یکی از شاگردانشه که مدینه بوده، رفتن رو همون سنگ پایین، قسمتی از پوست صورتش و مغزش رو همون سنگ مونده بود. خدا رحمتش بکنه. اینطوری جمع کرد، پلاستیک کرد، بعد برد در بستان رو دفن کرد. چطوری کشتنش خدا میدونه، ما نبودیم. ولی
یکی از زنهای مومن خواب دیده بود که ازش سوال کرد جناب شیخ چطوری تو رو کشتن؟ گفت 7 سری گرسنه به جانم افتادن ولی خدا منو نجات داد. 7 سگ به جانم افتاد ولی خدا منو نجات داد. یعنی شهادت نجات من بوده. سخت‌ترین پله‌ای که شیخ شهید رفت بالا، بعد از اونجا که پله دهم رفت درهای هشتگانه بهشت باز شد، بوی مشک و عنبر عود به مشامش رسید، پرده ها بین اون و خدا افتاد، اون پله شهادت. عزیز دلم این 10 پله است، 20 پله است، چه حساب میکنی؟ پله اول سبک‌تره، پله دوم یکم سنگین‌تره، پله سوم که به هدف نزدیک‌تر میشید، هدف رو نزدیک ها 7 پله دیگه مونده سنگین‌تر، حرکت از پیشانی سرازیر میکنه. پله 8 حالا دیگه رمق نداری، حوصله‌ت هم کم شده. اگر اون لحظه مقاومت کردید پاتو گذاشتی رو پله 9 اشکال نداره که استراحت بکنی، اشکال نداره. رو پله 8 استراحت کرد اشکال نداره، به شرطی که وقتی استراحت میکنی دیگه نه حالا برمیگردم، نه استراحت کردی بری بالا اون 2 پله. بعد پله 8 که نشستی خسته شدی این جمله رو بگو میتونم خدا رو یاری هم کن تا به پله 10 برسم. اینو بگو خدا رو یاری هم کن تا به پله 10 برسم. حضرت عمر طلبی به پله 10 رسیدن، گفت خدایا شهادت در راه خودت نصیبم بکن و دفن در شهر پیامبرت نصیبم بکن. صحابه تعجب کردن، شهادت در راه خدا دارم طلب میکنه ولی میخواد تو مدینه پیامبر دفن بشه. آقا تو چی میگی؟ خودم میدونم که چه دارم میگم. در محراب رسول الله خنجر خورد، همونجا شهید شد. کجا دفن شد؟ نه تو قبرستان بقیع، کنار جسمان مبارک زیر قبة الخضراء. عمری که شمشیر کشیده بود که گردن محمد بزنه، سر محمد بزنه صلی الله علیه وسلم. آدم میتونه با برکت باشه. اگه تا دیروز مسیر رای دیگه بوده، مسیر همین امشب که شب هجرت عوض بکن. مسیر باید عوض بشه، مسیر دل باید عوض بشه تا مسیر پا عوض بشه. اگر دل عوض نشد مسیرش، پا به همون طرفی میره که دل میره. تو بهشت میدونی چیه؟ اون بهشتی من ازش صحبت نمی کنم، ارزش نداره. در اون رودخانه بهشت صحبت بکنم، جوی عسل و جوی زنجبیل و جوی فلان و شیر و نمیدونم فلان و اینا صحبت بکنم. نه، شاعر میگه بلکه عارف میگه بیا با حوری جنت من برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. وقتی پرده بلند میشه باور میکنیم حور بهشت فراموش میکنیم، جوی عسل و نمیدونم فلان و شراب و اینا همه فراموش میکنیم. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. مسیر دل باید عوض کرد. برادرم، سرورم، نور چشمم، عزیزم، خواهرم، برادرم، هر چی که بگید. خب یه آمار دیگه دادم، 3 نفر آنها دوره عالی رو تمام کردن، یعنی 8 سال درس دیگه خوندن، 9 سال سبحان الله دوره عالی رو تمام کردن. از همین کو همه گروهی بیسوادن، فرهنگ ندارن. این 3 نفر عبداللطیف بدوی پسر آقای احمدی، عبدالباقی انجام، عبدالله سقایی، 7 حافظ قرآن دارن که اولیشون حافظ عبدالرحمن پنزاده است که شیخ شهید به اینجا کشوند، همون عبدالرحمنی که امشب ما رو به اینجا کشوند. در 28 روز قرآن حفظ کرده، خدا بهش توفیق داد. من باش بودم، از بندر عباس می آمدم که بیام کوه بدو چند سال پیش، باور بکنید شب بود بعد از نماز مغرب، نیم ساعت مونده بود به همون پایین کوه، راه گم کردیم. گفتم عبدالرحمن راه کجاست؟ گفت شیخ منم نمیدونم راه کجاست. سبحان الله پس تو چی میدونی؟ نیم ساعت دیگه مونده به پایین کوه،
راه بلد نیستید، تو بچه همینجا هستید. میدونی من چه درسی گرفتم؟ گفتم حتی راه کوه هم بلد نیست، پس فکرش برای چیز دیگه خدا گذاشته که حتی به این راه هم مشغول نشه. وگرنه در 28 روز ممکن نیست کسی قرآن حفظ کنه. عبدالرزاق دورانی آشپز مدرسه حفظ خمیر بوده، سرخاله من تعریف میکرد. گفتم درباره این گفت این روز دو جز هم حفظ میکرد ولی نگذاشتنش، در 15 روز هم حفظ میکرد که وقتی آوردنش بندر عباس شیخ شهید جلوش بلند شد و شیخ شهید رو 2 بار به اینجا کشید، 2 بار. و این جمله رو شیخ گفت اگر زنده موندم هر سال 1 بار میام اینجا. امروز یادگار شیخ هم همینجاست. پسر شیخ زیادی شهید ازش خواهش کرده، گفت چشم. ایشون هم حافظ قرآن هست. پسر شیخ عبدالوهاب زهیر هم هستن، خودشون نتونستن شیخ صالح در ما منت گذاشته و حرکت کردن. اینو برکت هست نیست که در ماه رمضان، در شب‌های آخر رمضان جلسه‌ای بود که در مسجد گلدانی بندر عباس که واقعا غوغایی شد. امشب ما رو به اینجا تشکیل داد. که اینجا یادداشت دادن به من درباره آمار، تقریبا از بین هر 10 نفر 1 طلبه وجود داره اینجا. من گفتم حق داره. یادداشت دادن از خود همین محل، از تقریبا از بین هر 10 نفر 1 طلبه و از هر 2 خانه 1 خانه طلبه دارد. از هر 2 خانه 1 خانه طلبه دارد. قدر این نعمت ها رو بدون جهنم قبل از اینکه سلب نعمت بشید. هیچ نقطه‌ای از روی زمین با معصیت خدا آباد نمیشه و هیچ دینی با حب معصیت حیات پیدا نمیکنه و هیچ زندگی با معصیت خدا با برکت و سعادتمند نمیشه. تصمیمون هم امشب بگیریم وقتی فردا میخوایم از کوه سرازیر بشیم بریم تو شهرمون، همینجا امشب تصمیمون رو بگیریم که وقتی سرازیر میشی چشمه های رحمتی باشید که از اینجا سرازیر میشه به سوی روستاهاتون. فردا وقتی تو مسابقه شرکت میکنید میخوای شوت بزنی زیر این توپ، اول دین و ایمان و آخرت زیر نظرت بیاد. همین امشب تصمیمون رو بگیریم، با خداوند صحبت بکنیم. در درگاه ما دل را گره کن، آنچه از ماست آن را یقه کن. یه صبح اخلاص بیا بر در ما، در کار تو بر نیامد ما نگه گرفتیم. خب به همین خواهم اکتفا میکنم. صحبت رو انشاءالله ادامه میدیم. فردا من فقط تبریک میگم به این 3 داماده عزیز. اسمشون خوندن؟ یک حافظ عبدالرحمن تنزاده، همشون میشناسنش. بله حافظ عبدالرحمن کجاست؟ نمیدست؟ هر 3 تاشون بیان اینجا پیش اجرا شه. بلندش بزن. اجماع علیه صلوات محمدی پنج 6 سال پیش کجا؟ الان 5 سال که از مبارکه باشید. 5 سال که از شهادت شیخ میگذره. خود بشینید. خود بشینید. دارم نه بشینید. جناب میگه اجازه نداره بشینید. خب ریاست بشه بهتر میگه. 5 سال پیش کجا؟ دارم شاید دونه هرگی هم بیان. این مقصر که نیست آینه که بیسته که. خب بالا بذار 20 تا بذار بیار. هر بامش بیش مرسلی بعد پیش 5 سال پیش ایشون تو بندر عباس که بودن، حالا بزرگ شدن. اصلا خدا دیگه وقتی در جشن عرسیشون هم اینجا شرکت کردن. سبحان الله.
امشب بدونید که 2 تا از دامادا حافظ کل قرآن. چه سعادتیه انسان نصیبش بشه. خب نفر بعدی عبدالرحیم برادرمون، عبدالرحیم انجام. اجمالی صلوات محمد در اللهم صل علی محمد و آل محمد صحبه وسلم. عبدالرحیم کجاست؟ ایشون هم حافظه؟ عبدالرحیم هم حافظه. خب پیداش کنید دیداریدش. سوم محمود خستیگرد. اجماع صلوات محمد در بفرمایید. محمود هستن؟ محمود کجاست؟ ماشاءالله. محمود هم همینجاست. خب دوستان درخواست کردن که مبارک باشه دوستان درخواست کردن که حافظ صالح زیایی هم بیاد اینجا که هستن. صالح جان اجمالی صلوات محمد در کی رو پیدا بکنید اون کی رو قرار که نکرده نه؟ ما امشب نمیتونیم فرار بکنیم خاطرتون جمع باشه که شده راه بلند نیست و این پورا ولی اینا خودشون شب بکنن خب من دیگه بیشتر از این مصدقه نمیشم به هر سه این سرورمون تبریک عرض میکنم و برادر بزرگوارمون هر سه نفر دامادای این جلسه به خانواده هاشون هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خانواده همسر عبدالرحمن، خانواده دیوخوار، بله خیلی جالبه، فامیلی خیلی جالبه، یعنی دیو امان نمیگن. خانواده عبدالرحیم انجام و خانواده همسرشون براش و خانواده محمود انزاده به هر 6 خانواده تبریک رو شما دارید؟ حالا یه برای راحت از دیگر بگم که ما یه مولد عبدالرحوفی داریم مطلبه هم تو ظاهران و ایشون حالا هم هست و خیلی هم شروطتر خوشمشرعه بود. یه سرعی کرده بودم به خراسان درباره بهشت و اوصاف بهشت و دور بهشتی صحبت کردیم. اون که برای مرده صحبت کرده بود. بعد اون که بالاخره آبتابش داده بود درباره دوری بهشتن خوب صحبت کرده بود که آخر کار را یه درخواست کرده بود. گفت حالا بفرمایید کدومی که از شما حور بهشتی میخواد به مردم کرده بود. بعد یه تعداد دستشون بلند کردن، جوانان دستشون بلند کردن. دید که پیرمردها و اینایی رو مسلن دستشون بلند نمی‌کنن. بعد رو کرد به پیرمردها گفت اگر شما حور بهشتی نمیخواید، بعد یکی بلند شد از توی جمع گفت که ما میخوایم اما از ترس سریعان هم جرأت نداریم دست بلند. حالا این بحث جداقت شد. یک نکته خیلی مهمه در ازدواج مجدد اون هم عدالت. تو لوازم عدالت من سوال دارم تو منزله بود یا بود بزرگ بود بلکه فراموش کردم رابطه بحث دو زن مهمی که ازدواج مجدد کردن بعضی ها دیگه که وقتی زن دوم گرفتن زن اول فراموش میکنن و اصلا شاید ما هم شاید سراغشون نمیدن و زندگیشون رو اصلا نگاه نمی‌کنن که مشکلی دارن یا ندارن. بالاخره عدالت خیلی مهمه. اما اگر قلباً یکی رو بیشتر دوست داره اون دست خودشه.
خداوند گفته چه؟ بالاخره دعوت شاید انسان میلی بکنه، بیشتر توجه به طرف یکی داشته باشد نظر قلبی، اما گفته کل میل نکنید، کل میل که یکی رو به طور معلق آویزون اینطوری راه به هیچ جایی نبره، نه راه به خانه پدرش ببره، نه راه به خانه شوهرش. اونجا که تعلیمش نمیگیرن، اینم که تعلیمش نمیگیره راهش کرده رفته به ماه و 2 ماه و 3 ماه هم سراغش نمیگیره، نه سوال قطعیش نمیکنه، نه سریمشو میزنه، نه مریضن، زنده هستن، سالم هستن، دارن ندارن. ولی این یکی دومی 24 ساعت چه؟ بهترین لباس، بهترین کاران همیشه رویاش رو سر میزنه، رو دستش رو داشته بره میگرده. فردای قیامت باید یه بره این داری یه بری. پس عدالتی که در حد تفاوت خدا گفته چه؟ باید پیاده بکنید. یا این که بالاخره باشون بشینید صحبت بکنید که اصلا یکی حقش رو ببخشه. کدوم حق است؟ بالاخره اونایی که اقدام میکنن برای ازدواج مجدد اول فکراشون رو بکنن، درست تصمیم میگیرن، نه اینکه چه امروز بالاخره ازدواج میکنن بعدم چه رهاش میکنن، یعنی فردا یکی دیگه ازدواج میکنه رهاش میکنه، پس فردا یکی دیگه ازدواج میکنه رهاش میکنه. این راه و روش پیغمبری نیست و این راه و روش اسلام نیست. بالاخره انسانی که اقدام به یک کاری میکنه باید مسئولیت پذیر باشه و با درایت کامل اقدام بکنه. موفق و مایه سربلند باشید. فردا انشاءالله به اسم پروردگار برنامه را ادامه میدیم تا وقتی که اینجا هستیم و بیشتر از زندگی مصدق اوقات شما و استراحت شما میشه. برنامه دیگه همین